خب این درمانش چجوریه؟ چقدر هزینه داره؟ کجا باید درمان بشه؟ مایتش برم آمریکا. آمریکا یا آلمان؟ آمریکا، خب نیویورک. نیویورک. این دکترات از من گرفته اونجا باید درمان میشم. خب چقدر هزینهشه؟ هزینه درمانش دکترم که رابط من و اروپاییه گفت اولوش 5 میلیارد هزینه میشه. 5 میلیارد. آره کم میشن، صفر میشه اینا مثلا. اونا شلتر میشه. آره میگن که به گلبول قرمز دم اثر کرده، اینجا تو آزمایش ها معلوم میشه. دیگه گفت حالا باید پیوند مغز استخوان بزنیم. درست میشه اگه پیوند مغز است. نه سرایت نمیکنه اصلا. دیگه جنسشون چیه؟ سفته مثل ناخونه تقریبا، درسته؟ شاخ مدل میشه. حالت شاخ مدله. ساق پاتم هست بس. نرسیم بزم یکی از انگشتاتو کندی کلا؟ یه انگشت کوچیکه رو خودت کندی؟ چی درش نه بابا با سیمچین؟ ای چیکار بابا کنم؟ مجبور بودم یا میشکست ایزگیل. زیر پاتم ببینم، زیر پاتم ببینم. 500,000 1 میلیون فرانک. نه معلوم